بیبی فاطمه دختر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است. در خوابش دید پدرش را که بعد 3 روز از عالم در می‌گذرد. فاطمه بیدار گشت و خانه را پر نور دید. می رسانی بر دوشم بوی مشک و هم صبا. حیرتی شد از چنین خوابی قریبی نصف روز. من زی دنیا می روم گفتا بخد زیبا لقا. نام پخت جامه دوخت از بهر فرزندان خود. گیسو هاشان شانه کرد از در آمد مرتضی. حسن حسین پسر داشت و در آن دم حضرت علی از در آمد. گفت آن دم ای عزیزم فاطمه او حال چیست؟ از چنین بی طاقتی صبر نماند در دل مرا. گفت فاتونی قیامت یا علی مردانه باش. من به خواب دیدم امشب خود جمال مصطفی. زار گریان شد علی گفتا چنین بر فاطمه. این چی داغ بود بر جانم نهادی ای قضا. فاطمه گفتا علی حکم خدا را چاره نیست. 3 وصیت بر تو دارم حاجتم را کن روا. حاجتی اول به فرزندان من خوش دیل باش. زانکه ایشان را نباشد طاقت جبر و جفا. حاجت دویم هم خواهم زی من راضی شوی. زانکه می ترسم بر روزی عشر از قهر خدا. حاجت سیم همین در خواب 20 بار خود به دست. نیم شب باشد نبیند تا که نامحرم مرا. چون که در دنیا ندیده است هیچ کس رفتاری من. جز نمی خواهم که بیند تابوتم را غیرها. بیبی فاطمه گفت یا حضرت علی مرا خودت در خواب بسپار و نیم شب باشد که مرا کسی نبیند. چون که در دنیا به قد و رفتار من را کسی ندیده است و نمیخواهم که قد و رفتار مرا ببیند. حضرت علی گفت من هم به شما 3 نصیحت دارم. مرتضی گفتا زی من هم لیک 3 حاجت بود. از تو می خواهم بگردان. مرتضی گفتا زی من هم لیک 3 حاجت بود. از تو می خواهم لیک آری تو هم این را بجا. حاجتی اول به نزدی سیدی عالم رسی. هرچی از ما که شنیدی هیچ نگوی با مصطفی. هر گناهی که در زندگی هر سخنی که از من و از شما شنیده بودیم بگذار که به پدرت نگو. حاجتی دویم همین تا جان دارم هر شب. صورتی زیبای خود در خواب بینمایی مرا. میخواهم که هر شب تو را در خوابم ببینم. حاجتی سیم همین که زود در روز حساب
دستی من گیری بری تا اون دارالبقا. این وصیت ها تمام گشتند، از آن هر دشان کردیم با هم نظر با چهره شاهزادگان. فاطمه گفتا به فرزندان خود یک دم روید، بر سری روضه ای بابای خود اکنون شما. بی فاطمه به فرزندانش گفت که بر سری قبر بابایتان بروید. با آنها بر سری قبر بابایشان رفتند. فاطمه گفتا به فرزندان خود یک دم روید، بر سری روضه ای بابای خود اکنون شما. چون حسن دستی حسین بگرفته از جای خیستند، آمدم با سوی روضه این چنین آمد ندا. ای یتیمان بازگردید، سوی مادرتان روید، الوداعش را گویید، آندم بیایید نزد ما. آواز از گور شنیدند و به نزد مادرشان برگشتند. دیدند و مادرش را خواب و در بطن مرگ، آبی چشمانی بزیبشان ریخت از رخسارها. در وفات فاطمه با حسین و با حسین، آه افغانی علی بلند شدک سوی سما. فاطمه را پس علی 3-4 شب در خواب ندید، در سری قبرش نشید نالید یار جان فدا. شبی 4 و یا حیدر در خواب دید، رو به مثل ماه 14 همچو شمعی بزم ها. مرتضی گفتا چنین آن عهد پیمان چی بود، رنگ من را کردی از غم زرد مثل قهربا. فاطمه گفتا علی بر من چنان دشوار بود، در حساب گیر بودم لیک می بخشی مرا. سوزنی همسایه را بگرفتم از یادم بیرفت، 3 شب و 3 روز بودم در حساب ماجرا. بی فاطمه سوزن همسایه را آورده بود و فراموش کرده بود که سوزن همسایه را گشته بدهد. برای هم یک سوزن 3 شب و 3 روز در عذاب بود. سوزنی همسایه را بگرفتم از یادم بیرفت، 3 شب و 3 روز بودم در حسابی ماجرا. من خلیده بودم او را به طاقی خاندان، از تو می خواهم بگردان سوزنی همسایه را. به شوهرش گفت سوزن همسایه را برگردان، او را در طاق خاندان ماندم. زار و گریان شد علی بعدی نمازی بامداد، زار و گریان شد علی بعدی نمازی بامداد. سوزنی همسایه را برده بیداد بهری دوا، بین که در روزی حسابات از برای سوزن فاطمه را پس چنین بود، وای بر ما و شما. فاطمه را پس چنین بود، وای بر ما و شما. فاطمه را پس علی در خواب می دید مدعا.